یک بار دیگه تشکر از جناب آقای معین‌زاده. در نوبت آقای مانی هستند. آقای مانی، میکروفون آزاد، بفرمایید. خب دوستان عزیز، حتما تا اینجا از صدای دلنشین و گفتار نیکو و تفکر برانگیز آقای معین‌زاده لذت بردید. من که واقعا خوشحال شدم، خیلی با وجود که کتابیشون رو 2 بار خوندم و تقریبا میشه گفت که تماس پیوسته با هم داریم، اما شنیدن صداشون همواره به من نیرو و انرژی میده. دیگه این که دوستانی که محبت دارند، مهر می‌ورزند و در اتاق درود میگن، پیام میفرستن، بعضی وقتا من نمیبینم، ازشون پوزش میخوام، چون میدونید که وقتی آدم مسئولیت کاری رو به عهده میگیره باید به همه جوانب کار سرکشی کنه و غافل میشه از اینکه همه نوشته ها رو بخونه. من برای پاسخ به همه این یاران عزیزم اول یک طنز کوتاه از عبید زاکانی میخونم و بعد درباره آقای معین‌زاده از زبان شجاع‌الدین شفا سخنی خواهم گفت. عبید زاکانی رو که میشناسید، بنیانگذار عمیق‌ترین طنز تاریخ ادبیات ایران هست. به نظر من تاکنون بی‌نظیر مونده، همتا نداره و در زمانه خودش به نیکی تونسته مچ اسلامگرایان دروغین رو باز کنه. می‌نویسه شخصی دعوی نبوت میکرد، او را پیش مأمون خلیفه بردند. مأمون گفت این مسکین را از گرسنگی دماغ خشک شده است. آشپزی را بخواند و فرمود که این مرد را در مطبخ برو جامه خوابی نرمش بساز و هر روز شربت‌های معطر و طعام‌های خوش میده تا دماغش با قرار آید. مردک مدتی بدین تنعم در مطبخ بماند و دماغش با قرار آمد. روزی مأمون را از او یاد آمد، بفرمود تا او را حاضر کردند. پرسید که همچنان جبرئیل پیش تو می آید؟ گفت آری. گفت چه میگوید؟ گفت میگوید که جایی نیک به دست افتاده است، هرگز هیچ پیغمبری این نعمت و آسایش نیافت، زینهار تا از اینجا بیرون نروی. خب اگر به بقیه پیامبران هم چنین میرسیدند و خواستهاشون رو برآورده میکردند، شاید دست از پیامبری میکشیدند. بگذاریم. عرض کنم استاد شجاع‌الدین شفا که از اساتید برجسته تاریخ و ادبیات و تفکر معاصر ما هستند و جاشون واقعا در این اتاق خالی است و پیام مهرامیزی هم که فرستاده بودند در اینجا خونده شد، چند جایی درباره کارهای آقای معین‌زاده اظهار نظر کردند و این نشون میده که اساتید تیزهوش به موقع در میابند که چه کسی از کجای تفکر و ادبیات ایران آتشی برافروخته است، آتشی خاموش نشدنی، چیزی که منتقدین دیگر کمتر بهش توجه دارند. ایشون مینویسه نویسنده سرشناس آمریکایی جولیان گرین که بیش از نیم قرن آخر زندگی خود را در جنوب فرانسه گذرانید و 2 سال پیش در 98 سالگی در همانجا درگذشت، در کتابی که در آخرین سال زندگیش منتشر کرد تلگرام جالبی را نقل کرده است که نویسنده معروف فرانسوی فرانسوا موریاک چند روز پس از مرگ آندره ژید با امضای خود او دریافت که نوشته بود این چند روزه هر چی گشتم جایی را به نام دوزخ پیدا نکردم، لطفاً موضوع را به اطلاع کلودل هم برسان. آندره ژید ظاهراً هوشنگ معین‌زاده، اما هوشنگ معین‌زاده ما در این مورد با شانسی بیشتر از آندره ژید یا پشتکاری زیادتر از او داشته است، زیرا نه تنها دوزخ کذایی را پیدا کرده بلکه به درون آن نیز راه یافته
و مدتی را هم در آن گذرانده است. البته او اولین مسافری نیست که به دوزخ رفته و زنده از آن بازگشته است. رهروانی دیگر نیز هرچند نه به شماری چندان زیاد در گذشته‌های دور و نزدیک به همین راه رفته و حتی گاه مانند آنتونای یونانی و ارداویراف پارسی و دانتی ایتالیایی سفرنامه‌های جالبی نیز از سفرهای خود بر جای گذاشتند. و فراموش مکنیم که 2 تن از پیامبران اولوالعزم ما نیز از جمله اینان بودند. یکی عیسی مسیح که به روایت انجیل زندگانی پس از مرگ خود را با سفری به جهان زیرین آغاز کرد تا به ارواح دوزخی بشارت و امکان رهایی دهد. و دیگری پیامبر اسلام که در سفر معراج خود بهشت و دوزخ را از نزدیک دید و اگر بتوان حدیث‌های کتب بسیار معتبر صحاح 6 از جهان تسنن و کتب 4 از جهان تشیع را ملاک استناد قرار داد، آن حضرت در جهنم نگریست و بیشتر ساکنان آن را زنان یافت. پایان نقل قول. می‌بینیم که این پیامبر اسلام اصلا در همه جوانب زندگیش ضد زن بوده و بعد از این که خداوند یک بار هم نصیبش کرده که به دوزخ بره و یک کاش همیشه در اونجا میماند، پس از بازگشت برای تقبیح زنان و کم ارزش شماری آنها گفته است که بیشترین دوزخیانی که او دیده است زنان بودند. حالا البته یک ذهن کنجکاو هم میتونه بپرسه که هنوز که روز قیامت اسلامی برپا نشده، روز رستاخیز و در این معاد سنجه و سنجشی برگزار نشده و معلوم هم نیست کی باشد و در آن روز است که به هر حال جهنمی ها و دوزخی ها به دوزخ خواهند رفت و بهشتیان به بهشت. این حضرت وقتی رفت دوزخ چگونه دیده است که زنان در آنجا بودند. یعنی این گویا قصاص قبل از جنایت و زندان قبل از محاکمه بوده. به هر حال باری بگذاریم. من از استاد معین‌زاده خواهش میکنم که مجددا میکروفون رو بگیرن و دنباله سخنانشون رو ما بشنویم. آقای معین‌زاده. با تشکر مجدد از جناب آقای مانی، بخش دوم صحبتم را با نگاهی به محتوای کتاب بشارت آغاز میکنم. کتاب بشارت همانند دیگر نوشته‌های من به صورت رمان فلسفی نوشته شده است. این کتاب با فصل اول آن تحت عنوان پله به پله سوی او آغاز و در فصل 7 با عنوان چهره به چهره رو به رو پایان می‌گیرد. با توجه به این که در اون مایه این کتاب سیر و سلوک درونی من پرسشگر است، از این رو راهبری را برای سیر سلوک خود انتخاب کردم که خود او نخستین پرسشگر عالم خلقت بوده، کسی که با گفتن نه و چون و چرا کردن در مقابل خدا، نماد ایمان، با شهامت و گستاخی به پا خواسته بود. موجودی که با فداکاری آتش جهنم را به جان خرید تا به ما انسانها بفهماند که نباید زیر بار احکام تعبدی رفت، حتی اگر این احکام الهی باشد. همه ما می‌دانیم که جدالی که در نخستین روز خلقت کذایی انسان میان خدا و شیطان آغاز شد تا به امروز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز هم صاحبان ایمان با عقلا همان کاری را میکنند که خدا با شیطان کرد، یعنی ایمان مداران نیز مانند خدا عقلا را یا از جامعه طرد میکنند و یا در جهنم کده
این دنیای خود شکنجه و عذاب می‌دهند. بیشک کسانی که مانند من با تعمق و تعقل به این موضوعات فکر می‌کنند پی به این واقعیت مسلم هم می‌برند که خدا و شیطان برخلاف گفته ادیان خارج از وجود انسان وجود ندارد، بلکه این دو به صورت اکتسابی و در اثر تلقین به ذهن و سپس در باور انسان می نشینند. به همین علت هم عقل و ایمان در تمام طول عمر بشر همیشه در جدال بودند و همیشه هم خواهند بود، تا روزی که انسان بتواند خود را از شر نماد ایمان نجات دهد. اگر دوستان بر من خورده نگیرند با کمال فروتنی میگویم تا به امروز جدال عقل و ایمان یعنی شیطان و خدا به این گونه که در کتاب بشارت آمده است در هیچ کجا مطرح نشده است. در این کتاب برعکس همیشه که فقط از زبان خدا سخن گفته میشد، شیطان خداوند عقل و خرد است که سخن میگوید و به رویارویی خدا و همه افسانه هایی که به نام او به گوش بشر خوانده‌اند میرود و همه آنها را به باب انتقاد میگیرد و ناراستی هایش را برملا میسازد و در نهایت خدا را از عرش دروغینش پایین میکشد تا به اتفاق هم از جایگاهی که تنی چند از پیغمبران امی برایشان ساختند بیرون بروند و در جایگاهی قرار بگیرند که جایگاه واقعی آن دوست. با این مقدمه کوتاه در مورد محتوای کتاب بشارت می‌پردازم به چند نمونه از مباحثی که در کتاب بشارت آمده است. یکی از این مباحث آن است که خدای پیروان سه دین یهود و مسیحی و مسلمان خدای قوم یهود است، چرا که مسیحیت با گنجاندن عهد عتیق در آغاز کتاب خود به این امر مهر تایید زده و خود عیسی نیز به زبان خویش اعتراف کرده است که نیامدم کلمه‌ای از تورات را حذف کنم بلکه آمدم آن را تکمیل کنم. محمد نیز در قرآن خود طی آیه‌ای به صراحت گفته است که خدای ما همان خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی و عیسی است. مضافاً اینکه قبلگاه دین این پیغمبر حدود 14 سال اورشلیم معبد یا خانه یهوه بوده است. وقتی هم که این پیغمبر قبلگاه دین خود را از اورشلیم به مکه تغییر داد، در حقیقت فقط خانه خدا را عوض کرد، نه خود خدا را. از سوی دیگر می‌دانیم که یهوه برخلاف باور امروزه در آغاز ظهورش ساکن زمین بوده. این خدا قرنهای درازی بی آنکه آیین و پیروانی داشته باشد تنها به عنوان خدای کوهستان در کوه سینا اقامت داشت، تا اینکه موسی پیدا شد و به صرافت افتاد تا برای او دینی برپا و پیروانی دست پا کند و به همین منظور قوم یهود را انتخاب و یهوه را به خدایی این قوم منسوب کرد. پس از آن نیز او را از کوه پایین آورد و در خیمه‌ای به نام خیمه ملاقات مسکن داد. در زمان شاهان بنی اسرائیل سلیمان معبد اورشلیم را بنا نهاد و خدا را از خیمه ملاقات به معبد برد و وقتی هم شوکت پادشاهان یهود از میان رفت، معبد اورشلیم ویران شد و یهودیان به اسارت رفتند. در اثر تماس اسرای یهود با ادیان ملل بین النهرین و ایرانیان، کاهنان دین یهود به فکر افتادند که
آنها هم خدایشان را به آسمان بفرستند و فرستادند. گفتنی است که یهوه خدای یکتای امروزه از زمان ظهور موسی تا زمان اسارت در بابل نه خدای یکتا بود، نه صحبتی از آفرینش جهان زده بود و نه از هنر خلقت انسان صحبت به میان آورده بود. همه این امتیازات پس از آزادی از بابل به او اهدا شد. نتیجه‌ای که از این توضیحات میتوان گرفت این است که خدای من مسلمان، شمای مسیحی و آن دوست یهودی ما همان یهوه است که پس از 1000 و اندی سال اقامت در زمین به آسمان فرستاده شده است. بنابراین بازگرداندن او به زمین علاوه بر اینکه ایرادی ندارد، در عین حال نیز پایان دادن به دوران هجرت او محسوب می شود و باید از آن استقبال کرد. در این زمینه موضوع دیگری که در کتاب بشارت اشاره شده است این است که اقوام سامی تنها اقوامی هستند که در دین و آیینشان پیغمبر و نبی دارند، در حالی که در هیچ یک از ملل اقوام دیگر در آیینشان پیغمبر و نبی نداشته و ندارند. از سوی دیگر پیغمبران سامی معتقدند خدایشان دانای مطلق، قادر مطلق، خیر محض و خدای همه انسان هاست. با این حال معلوم نیست چرا این خدای متعال برای ارتباط با مخلوقات خود بایستی فقط به انبیای قوم یهود متوسل گردد. به قول محمد زکریای رازی این چنین خدایی کردن خلاف عقل و انصاف است. امروزه برای همگان روشن است که مفهوم خدا ساخته و پرداخته پیغمبران سامی نیست. ابراهیم و موسی و عیسی و محمد نیز خدا را ابداع نکردند. خدا زاده جهل انسانهای اولیه است. آنها بودند که به علت ناآگاهی از منشأ و مصدر حوادث و اتفاقات طبیعی از جمله احساس ترس و نیاز به حمایت دست به ساختن موهومی زدند که به مرور ایام تبدیل به خدا شد. به همین علت هم امروزه که هزاران سال از آن تاریخ می‌گذرد می‌بینیم که هنوز هم اکثر آدم‌های ناآگاه و ساده اندیش بر مبنای همان احساس ترس و نیاز به خدا باور دارند. در عوض انسان‌ها هر چقدر آگاه‌تر و خردمندتر می‌شوند به همان میزان نیز از خدا دوری می‌گیرند. در گذشته‌های دور انسان‌ها خدای خود را چه به صورت تندیس و چه به صورت تصویر در خانه خود نگه می‌داشتند و هنوز هم بسیاری از مردم چنین می‌کنند. حسن این گونه خدا و خدا پرستی در این بود که هر وقت یک خدایی حاجت پرستندگان خود را برآورده نمی‌کرد، آن خدا را از خانه بیرون می‌انداختند و به جایش خدای دیگری انتخاب و به خانه می‌آوردند. در حالی که در ادیان توحیدی هیچ کس نمی‌تواند از خدایی که به ارث به او تحمیل شده است دست بردارد و اگر چنین کرد پیرو هر یک از ادیان باشد مرتد و محدودالدم محسوب می شود. به نظر من بزرگترین ظلمی که در طول تاریخ در حق انسان شده تبدیل خدایان بی آزار اجدادمان به خدای یکتای ظالم پیغمبران و دور کردنش از دسترسی مردم بوده است. شگفتی دیگر در رابطه انسان و خدا این است که ما انسان‌های هزاره سوم میلادی در مسائل اعتقادی و باورهای دینی خود در واقع پیرو افکار و اندیشه‌هایی هستیم که اجداد ما هزاران سال پیش
ابداع کرده بودند. یعنی میان بسیاری از ما انسان‌های صاحب معرفت این روزگار و روزگارانی که اجداد ما کمترین آگاهی از جهان هستی نداشتند، از نظر اعتقادات دینی و باورهای ایمانی هیچ فرقی ایجاد نشده است. بدتر از همه اینکه وقتی همین حقایق را به بعضی از انسان‌های دانش آموخته و آشنا با واقعیت‌های علمی میگوییم، جیغ و دادشان به آسمان می‌رود که وا مصیبتا، این از خدا برگشتگان می‌خواهند دین و ایمان مردم را خدشه‌دار و آنها را از راه خدا دور سازند. در حالی که حرف امثال من نیست. ما میگوییم بر مبنای اسناد و مدارک مستند خدا را اجداد اولیه ما ابداع کردند و ما همان خدا را با تعریف پیغمبران میپرستیم. اگر کار اجداد ما درست بوده و ما ناچاریم خدای پنداری آنها را بپرستیم، پس چرا راه درست آنها را دنبال نکنیم؟ مگر نه اینکه هر یک از آنها خدای خاص خود را داشتند؟ مگر نه اینکه آنها برای متوسل شدن به خدای خود نیازی به پیغمبر و امام و فقیه و مجتهد نداشتند؟ پس چرا راه آنها را پیش نگیریم؟ چرا می‌خواهیم حتما خدای موسی و عیسی و محمد را بپذیریم تا در همه دورانها گرفتار اعمال و رفتار ناهنجار عمل و اکره آنها باشیم؟ من اگر بخواهم خدا پرست باشم، نیازی ندارم خدایی را بپرستم که تمام تعریف هایی که پیغمبران از او کردند نادرست بوده، چنان که امروزه همه می‌دانند که نه آفرینش جهان به این خدا ارتباط دارد و نه خلقت انسان به دست او انجام گرفته است. دو بهانه‌ای که به استناد آنها همه انسانها را عبد و عبید موهومی کردند که خود او را انسانهای ناآگاه برای دردهای بی درمانشان ساخته بودند که امروز استخوان لای زخم زندگی مشقتبار بازماندگانشان شده است. خدای تعریف شده پیغمبران به آن معنا که ما از خدا تصور و توقع داریم خدا نیست. البته خدایان اجداد اولیه ما نیز خدا نبودند، اما آن خدایان اگر سودی به انسانها نمی‌رساندند، برعکس خدای ادیان توحیدی ضرر و آزاری هم به انسانها نمی‌زدند. اگر می‌خواهیم که حتما خدایی داشته باشیم، چه بهتر که همان خدای اولیه اجدادمان را داشته باشیم که نه آفریننده بودند، نه بهشت و دوزخ داشتند و نه پیغمبر و امام و فقیه و مجتهد و غیره کارگزارش بودند. وقتی خدا در زمین باشد، هر انسانی میتواند بدون نیاز به غیر هر وقت دلش خواست با خدای خود در کنج خلوت خانه‌اش به راز و نیاز بنشیند، بی آنکه به دامان آلوده شریعت مداران بیاویزد و این حداقل سود این شیوه خدا باوری یا خدا پرستی است. به هر روی امیدوارم دوستانی که کتاب بشارت را میخوانند حداقل به این اندیشه کشیده شوند که ما برای داشتن خدا و ایمان به او نیازی به هیچ کس حتی پیغمبران نداریم، چه برسد به آنهایی که خود را نمایندگان پیغمبران قلمداد می‌کنند. در عین حال برای برآورد نیازهای خود نیز دیگر دست حاجت به سوی آسمان بلند نکنیم، چون به 1001 دلیل ثابت شده که خدایی در آسمان نیست. پس بهتر است به جای حاجت خواستن از خدا
دست همت به کمر خود بزنیم و به خود و به هم نوعان خود متکی باشیم، چنان که مردمان خردمند غرب پس از رها شدن از دست خدا و نمایندگانش چنین کردند و زندگیشان سر و سامان گرفت که امروز همه ما که در خارج از کشور اقامت داریم شاهد آن هست. با تشکر مجدد از توجه دوستان این قسمت از صحبتام را پایان میدم. به این نهایت متشکرم.